سکوت همیشه نشونه آرامش نیست. بعضی وقتا فقط نشونه تسلیمه. تسلیم خستگی، تسلیم فهمیده نشدن، تسلیم این که هر چی گفتی هیچ چیز عوض نشد. آدم‌ها ساکت میشن وقتی میفهمن توضیح دادن فایده نداره. وقتی میفهمن دردشون برای بقیه فقط یه حرف تکراریه. سکوت انتخاب آدم قوی نیست، انتخاب آدمیه که دیگه زورش به زندگی نمیرسه. اونایی که ساکتن معمولاً بیشترین جنگ‌ها رو داشتن با خودشون، با دیگران، اما حالا دیگه نه بحث میکنن، نه دفاع، نه انتظار. فقط یاد گرفتن کمتر حرف بزنن تا کمتر خورد بشن. خیلی فکر میکنن آروم شدن، اما واقعیت اینه که دلشون خالی شده. نه شوقی مونده، نه حتی غمی که بخواد بریزه بیرون. و ترسناکترین جاش اینه که درد اونقدر تکرار شده که دیگه حس نمیشه. اونجاست که میفهمی سکوت دیگه آرامش نیست، سقوطه. اگه احساست با من یکیه، اینجا بمون، تنهام نذار و با هم حرف بزن.